سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیز. بنده سید مهدی شرفی هستم، تحلیلگر بازارهای مالی و حدود 10 سالی هستش که دارم این کار رو انجام میدم. دوستان خواهشاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو را لایک کنید و ما هر روز براتون قراره یه استراتژی ورود داخل چنل قرار بدیم. پس حتما کانال رو سابسکرایب کنید و فیلم هایی که میذاریم رو حتما نگاه بکنید. خب دوستان، امروز میخوایم در مورد یه اندیکاتوری صحبت کنیم و که کلا نقاط ورود و خروج رو بهتون میده و همچنین اندیکاتوری کلا ناشناخته هستش. شاید خیلی ها فعلا اصلا نمیدونن که همچین اندیکاتوری هست و باهاش زیاد کار نمیکنن، ولی خب در کل اندیکاتور خیلی خوبی هستش و امروز کامل بهتون توضیح میدیم و سعی میکنیم باهاش یه دونه سیگنال بگیریم. خب دوستان، میاد توی قسمت اندیکاتورها و اینجا اندیکاتور هیکین این اندیکاتور هیکینشی RSI رو انتخاب میکنید که توی قسمت پایین براتون به نمایش داده میشه. اینجا میاد توی قسمت تنظیمات، البته توی کانال اینستاگراممون کامل همه اینا توضیح داده شده که تنظیمات رو چجوری بذارید، ولی خب ما باز یه بار دیگه هم اینجا میگیم. میاد توی قسمت اینپوت، قسمت اوپن سامینگ رو 7 قرار میدید و میاد توی قسمت استایل میتونید این هیستوگرامش رو پاک کنید و تیکش رو بردارید چون بهش نیازی ندارید. حالا این تیکه که بزنید به این صورت براتون نمایش داده میشه این اندیکاتور. خب دوستان ببینید این اندیکاتور چطوری کار میکنه. من اول یه توضیح روی اندیکاتور بهتون بدم. ببینید موقعی که اندیکاتور کندلای سبز داره و خط زرد رنگ بالای این کندلای سبز هستن، روند ما یه دونه روند سعودیه و موقعی که این کندلا رنگ قرمز گرفتن و خط زرد رنگ زیر این کندلا هست، روند ما یه روند نزولیه. ولی خب دوستان، این اندیکاتور برای روند نیستش. این اندیکاتور فقط مخصوص استراتژی وروده و موقعی سیگنال های درستی بهتون میده که شما همسو با روند وارد بشید. پس برای اینکه شما بتونید به یه برایند خیلی مثبت از این اندیکاتور برسید، حتما باید روندتون رو اول انتخاب کنید که من بهتون ترجیح میدم داخل تایم 1 ساعته و 4 ساعته بیاید روندتون رو مشخص کنید. مثل همین الان که من روند اون رو تو تایم 1 ساعته فعلا سعودی مد نظر قرار دادم و کلا میخوام روی سودش وارد بشم. حالا بیایم اگه از گذشته چارت بک تست بگیریم، خب میبینیم که بس گفتیم که ما همسو با روند وارد میشیم و همونطور که میدونید اون فعلا توی روند سعودیه. در صورتی اگه من میخوام همین یه قسمت رو تحلیل کنم، میبینم که به این صورت بازار توی روند سعودی هستش. خب اینجا من میخوام بیام برای اینکه دوستان اینم بگم موقعی که ما سیگنال بای میگیریم چطوریه. موقعی که کندلا به این صورت از حالت قرمز به حالت سبز در میاد و خط زرد رنگ میاد بالای کندلای سبز، شما میتونید بای بزنید تا موقعی که خط زرد رنگ بیاد به این محدوده قرمز رنگ بخوره. خب حالا ببینیم اینجا چه اتفاقی افتاده روی چارت. خب میبینیم که اینجا به این صورت اومده یه کندل سبز زده و بعدش خط زرد رنگ تونسته بیاد بالای کندلا قرار بگیره توی این منطقه و اینجا میشد وارد شیم. ما حد ضرر که زیر کندلا قرار میگرفت و حد سود هم تا موقعی که بالای خط قرمز قرار این خط زرد رنگ ما بخوره به این کادر قرمز که میبینیم اینجا برخورد کرده. یعنی ما اگه به این صورت اینجا وارد میشدیم تقریبا میتونستیم هول و هوش $10 از این معامله بگیریم و میبینید که نقطه خروجش هم بهمون داده بود. و جاهای دیگه هم که بخواید بیاید نگاه کنید دوباره مثلا میبینیم، البته ما تایم ورودمون قطعا پایین تره، میتونیم بیایم تایم های 15 دقیقه ورود خروج بگیریم که خیلی سریع هم از معامله خارج بشیم. ولی خب تایم روند رو حتما تو تایم های بالاتر مد نظر قرار بدید. به طور مثال اگه میخواید تایم 15 دقیقه معامله کنید، حتما تایم روندتون 1 ساعته یا 4 ساعته باشه. خب بیایم می‌بینیم توی اتفاقی که دیروز افتاد کجا بهمون سیگنال داده بود. خب میایم می‌بینیم دیروز که توی روند
نزولی بود اینجا، توی این قسمت یعنی توی محدوده 2350 سیگنال بای این اندیکاتور صادر شد و تا 350 که بخوایم اینجا مد نظر قرار بدیم تا تقریبا این محدوده تا 2367 ما رو تو پوزیشن نگه داشت و اینجا دیگه سیگنال خروج رو بهمون داد که تقریبا با $1 میخوایم حساب کنیم هولوش $17 میتونستیم از این پوزیشن بگیریم. خب همونجور که گفتم چون تو روند صعودی هستیم دیگه وارد سیگنال های سل نمیشیم، ولی خب میبینیم که سیگنال های سل قدرتمندی هم میتونسته بده. حالا دوباره ما منتظر میمونیم که اینجا بهمون یه دونه سیگنال بای از طریق این اندیکاتور صادر بشه و سیگنال بایش رو بگیریم. دوستان برای اینکه اعتبار سیگنال بره بالا، حتما موقعی که این خط زرد رنگ میخواد بیاد مثلا این کندلا رو قطع کنه، مطمئن باشید که از زیر کادر میاد. یعنی به طور مثال مثلا مثل اینجا از وسط کادر نمیاد، این شاید یکم اعتبارش کمتر باشه، ولی موقعی که میاد کادر رو میشکونه رو به پایین و بعد میاد، یا همینطور تو مثال بالاش میاد از بالا شکونده و بعد میزه میاد، سیگنالش خیلی قدرتمندتر میشه. پس اینا حتما ملاک سیگنال ها قرار بدید و یه دونه هم این که همسو با روند باشید. الان طبق استراتژی بند روند اونس فعلا توی روند سعودی هستش و این خط زرد رنگ هم میبینم که از پایین کادر داره میاد قطع کنه و کندلای نزولی هم اینجا خیلی ضعیف شدن. پس من منتظر میمونم که اینجا بهم یه دونه سیگنال سعودی بده و در صورتی که سیگنال سعودی داد من میتونم ورودم رو انجام بدم. خیلی خب دوستان، میبینیم که توی این محدوده به ما یه دونه سیگنال بای داد و ما میتونیم اینجا ورود بزنیم. خب من ورودم رو میذارم دقیقا توی کلوز همین کندلی که بهمون سیگنال داد، حد ضررم رو میذارم زیر این بیس و حد سودم رو یا 1 به 1 میذارم یا ثبت میکنم هر موقع این خط زرد رنگ اومد برخورد کرد به این کادر قرمز دیگه از پوزیشن خارج میشم. حالا ما منتظر میمونیم ببینیم که آیا این میاد این محدوده رو تاچ میکنه یا میاد حد ضرر بزنه. خب دوستان میبینیم که همچنان توی پوزیشن هستیم و تا وقتی که یا این خط زرد رنگ به این محدوده قرمز بخوره یا خود طلا بیاد این تیپیمون رو بده، کلا تو معامله میمونیم. حالا ببینیم کدومش اتفاق میفته، یا هم که اصلا بیاد شاید حد ضرر بزنه. امکان همه چی هستش، ولی در کل فعلا منتظر میمونیم. پوزیشن فعاله، حالا ببینیم یا حد سود میخوره یا این خط زرد رنگ میاد داخل کادر قرمز و ما رو از پوزیشن خارج میکنه. خب دوستان اینم پوزیشنی که دیروز گرفته بودیم. متاسفانه برای من کاری پیش اومد و من دیگه نتونستم پای چارت بشینم و الان که اومدم میبینم که به صورت کامل اومد تیپی ما رو داد و حد ضررمون هم نخورد. طبق همون استراتژی که داشتیم با اندیکاتور هیکن اشی میبینیم که اومد به این صورت قشنگ نقطه ورودی که داد، حالا یکم بازی کرد و بعدش رفت حد سود رو زد و چقدر دوباره بالا رفتش. پس اینم میتونه استراتژی خوبی واسه وروداتون باشه، به شرطی که حتما توی روند ورود بزنید. امیدوارم که واسهتون مفید واقع شده باشه. هر جا سوالی داشتید میتونید از بنده بپرسید. اینستاگرام ما رو فالو کنید و همچنین کانال یوتیوب ما رو هم سابسکرایب کنید.